حمد به حد، ثنای به اعداد، بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما برادرانی که در این خانه خدا حضور دارین، و این روز جمعه شما را تبریک و تهنیت میگیم و یک جایه با شما دعا میکنیم که پروردگارا این روز سعید را، این روز نیک را تا آخر پروردگارا بر ما نیک بگردان و تا جمعه دیگر باز خداوند همه ما بندگانت در حفظ امان خود نگه بدار. و خدایا از محبت قرآنت، از محبت اسلامت، ما مردمی جمهوری تاجیکستان علل خصوص مردمی کولاب را پروردگار را دور نسازی. خدایا از جمیع آن بیماری ها و آن آفت هایی که از زمین و از جانب آسمان است، خدایا این کل بندگانت در پناه رحمت خودت نگه بدار. آرزوها و هوس هایی که در دل دارند، خواه دنیوی باشد خواه اخروی باشد، اگر نیک باشند خدایا برآورده خیر بسازی. اللهم عافنا فی بدننا، اللهم عافنا فی سمعنا، اللهم عافنا فی بصرنا. خدایا عافیت نگاه بدار بدنهای ما را، عافیت نگاه بدار شنوایی ما را، عافیت نگه بدار بینایی ما را. اللهم انا نسألك العيشة نقية وميتة سوية ومردا غیر مخضع ولا فاضح. پروردگارا از تو سوال میکنیم که بر ما یک زندگی نصیب بگردان که زندگی حلال و پاکیزه باشد. خدایا از تو دعا طلب میکنیم که ما را چنان مرگ نصیب بگردان که این مرگ ما برای ما خرسندی هم در قبر هم در آخرت باشد. و خدایا از خجالت سفر کردن و از پشت گناه سفر کردن از این دنیا به آخرت به سوی تو پناه طلب میکنیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین که دو جمعه پیوسته در باب مرگ و شدت او که به درخواست بعضی از برادران ما و شما بود، با قدری آن چیزی که می دانستیم و آن چیزی که در کتاب دیدیم به سمع شما رسانیدیم. و امروز باشد سوال هایی که خیلی زیاد در پیش ما هست و همه این منتظر جواب هستند. بهر شما البته آماده کردیم و هر سوال شما را با آیت و با احادیث های رسول اکرم چین کردیم و انشاءالله به سمع شما تا غنجایش وقت البته سوال های شما جواب خودش می‌یابد. از موضوع پیشینه بر شما میخواهم یک بار دیگر کمی هم باشد یک یادآوری میکنیم، بعدا انشاءالله به این موعظه نومون شروع میکنیم. امام مالک ابن انس رحمت الله علیه
حکایت میارد که حضرت میگد شب خواب بودم. خود همین امام مالک ابن انس میگوید در خواب میگد یک شخصیت را دیدم، به صورت یک شخصیت بود. میگد از او سوال کردم تو کی هستی؟ حضرت میگد در جواب گفت من ملک الموت هستم. و شنیدنی میگد نام ملک الموت لرزه در وجود من پیدا شد و از او پرسان کردم مادامی که تو ملک الموت باشی، من امام مالک ابن انس هستم، از عمر من چند باقی مانده است؟ امام مالک میگد ملک الموت میگد چیزی از سخن بر من نگفت، فقط میگد دستش میگد بلند کرد، همین رقم 5 را بر من نشان داد، اشاره 5 کرد و همین میگد من از خواب بیدار شدم. میگد در تعجب ماندم، این اشاره ملک الموتی که بر 5 اشاره کرد، این 5 روز باشد، این 5 هفته باشد، این 5 ماه باشد، این 5 سال باشد. حضرت میگد از بس که ابن سیرین که تعبیر خواب میکرد در او زمانها که زنده بود، یک مکتوب میگد با او ارسال کردم و این خواب خدا بر او حکایت کردم. جواب آمد امام مالک این خوابی که تو دیدی و آن ملک الموتی که تو دیدی این حق است، اون ملک الموت بود. و آن 5 که بر تو اشاره کرد، اون 5 روز، 5 هفته، 5 ماه و 5 سال نشان نمیدهد، بلکه این 5 معنای آیتی هست که ملک الموت بر تو یک درس داد که این 5 چیزی هست که در قرآن موجود است، در پاره 29 از قرآن موجود است که این 5 چیز را بغیر خدا گفت ملک الموت کسی نمیداند. این اشاره ملک الموت به سوی تو بوده ای امام. این 5 چیز چی بود؟ و این آیت میگه ابن سیرین در مکتوب به ابن انس، مالک ابن انس ارسال کرد که خداوند در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. این 5 چیزی که الحال از آیت بر شما خواندم، اینا چی معنا دارن؟ ان الله عنده علم الساعه، ملک الموت اون 5 انگشتی که بر مالک ابن انس نشان داد این بود که یکم قیامت بجز خدا کسی نمیداند که ساعتش کی است، کی قیامت می شود، این خدا میداند. ان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث، باران به فایده انسان میریزد یا به ضرر انسان میریزد، این خدا میداند. و یعلم ما فی الارحام، سیومش در شکم بی مادر اون فرزندی که هست بدبخت است یا نیکبخت، این خدا میداند. و 4م چیزی که این آیت میگوید این است و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، فرزند آدم نمیداند که پگاه به سر او انسان چی آمدنی است. او انسان در مصیبت میزند یا در خرسندی، در قید حیات است یا در قید ممات، این خدا میداند. 5م چیزی که این آیت دلالتی میکند این است و ما تدری نفس بأی ارض تموت، فرزند آدم نمیداند که در کدام سرزمین جان او قبض کرده می شود. این 5 چیزی بود ملک الموت و مالک ابن انس
اشاره کردند. مقصد من از این قصه و از این آیه چی هست؟ پدرای عزتمند، برادرانی که همه ما و شما را مرگ انتظار است، در گریبان همه ما و شما کشال است، آویزان است. فقط منتظر است که کدام وقت از جانب خدا امر می شود که قبض کن، همینش انتظاری است. و ما و شما نمیدانیم که آیا تا فردا زنده هستیم یا نه. ما و شما نمیدانیم که تا جمعه دیگر در این مکانی که ما و شما نشسته هستیم اینجا دا کی میشیند؟ آیا من میشینم یا شخص دیگر میشیند؟ آیا زنده هستم یا نه؟ ایرا خدا میداند. از این خاطر این عمری که سرمایه عمر حیات ما و شماست، اینا به قدرش برسیم. چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟ عمر خیام میگوید چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟ هرگیز دیدی کسی که جاوید بزیست. این چند نفس در تن تو عاریتی است، با عاریتی باید زیست. این نفس هایی که در وجود شماست، میگد عمر خیام، اینا عاریت هستند. عاریت چی رو میگن؟ من یک همسایه را یک بیل است، یک تبر است میتم و بر اون مهلت میتم که فردا بیل یا تبری مرا پس بگردان. این عاریت میگویند. یعنی این جانی که در وجود ما و شماست، ایرا خداوند عاریت داده است که فردا من میگیرمش، این ابدی در بدن تو نمیسته. از این خاطر چندین غم مال حسرت دنیا چیست؟ چرا ما و شما غم دنیا ما میخوریم، غم فرزند میخوریم، از سحر بیدار میشیم غم پول، غم مثال استراحت معیشت ما میخوریم، لکن غم حیاتی که ساعتش رفته سی غمی را نمیخوریم. ما نمیدانیم که این امیدی که سحر کردیم برای دسترس کردن مال دنیا، آیا اون مال به دست ما میرسد یا نه، ایش غمش نمیخوریم. بیا خدا رحمت کنه سعدی را، بیا ای که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که برباد رفت. ای انسانی که عمرت به 20 به 30 تا 70 رسید است، بیدار شو، میگه که برباد رفتی سی، ساعتهای تو همه به غفلت گذشتی سی. زی 50 دیرم 5 اگر کم شود، دلت ریشی سر پنجه غم شود. چو 50 سالت برون شد زی دست، غنیمت شمر 5 روزی که هست. از 50 سومت 5 سومش کم شود، تلخ کف میشه که میگه در اندوه میغلطی، غمگین میشه که 5 سومی من از دست من رفت. این 50 سال عمر رفته سی، این دیگر بر پول خریدن میشود و این را بازگشت هم ندارد. برای دل تو نمی سوزد، برای بیهوده رفتن این دل تو نمی سوزد. اگر مرده مسکین زبان داشتی، حضرت در آخر میگوید اگر مرده مسکین زبان داشتی، با فریاد و زاری فغان داشتی. اگر مرده وقتی میمرد، وقتی که میگد انسانها در نظر میکند حیات بیهوده ما و شما را وقتی میبیند، میگد اگر زبان میداشت با تمام آواز فغان میکرد که شما به قدر عمر خود برسید. لیکن سر افسوس که دیگر عمر ما و شما عمر دوباره نیست. اینا فراموش نکنین. خدا در قرآن ما و شما را تذکر میدهد ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. وقتی بنده میگوید خدایا مرا یک بار دیگر زنده بگردان، مرا کم تر دیگر مهلت عمر ما دراز کن، من بنده صالح میشم، من بر یاد تو میشم، من در فکر تو میشم. لیکن خدا چی میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خدا میگه هرگز ای بنده دیگر بازگشت برای تو نیست. هر وقتا اجل تو بالای تو آمد دیگر بازگشت نداری.
والله خبیر بما تعملون. خدا میدانست که تو کدام عمل در دنیا انجام میدی. دیگر این بازگشتی تو، افسوسی تو در دنیا بر تو فایده داشت، در اینجا دیگر بازگشت و افسوس کاری ندارد دیگر. از این خاطر پیش از آنی که افسوس میخوریم، پیش از آنی که پشتی دست میگزیم، اینها را ما و شما کاری کنیم که در دنیا افسوس را بخوریم و در دنیا پشتی دست بگزیم. برای چی مثال امروز از من نمازی با جماعت ترک شد؟ برای چی امروز حق بندگی خدا را من نکردم؟ اینا را ما و شما در دنیا افسوس را بخوریم، نه در قیامت و نه در گور. پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا. پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا. کو یوسف و یعقوب، کجا شد زلیخا؟ کو خسرو و شیرین وطن کرده به صحرا؟ کو لیلی و مجنون، کجا وامق عذرا؟ از جور فلک چاکی گریبان همه رفتن. البته همه رفتن و ما و شما در نوبت ایستادگی هستیم. از این خاطر فراموش نکنیم چگونه ای که رسول اکرم هر روز در یاد مرگ بدن، ما و شما در یاد مرگ بسیارتر باشیم. فراموش نکنیم. انشاءالله اگر ما و شما فراموش نکنیم، عاقبت ما و شما نیک می شود. بهترین بنده، هوشیارترین بنده همون بنده ای هست که فقط در یاد مرگ هست. البته این موعظه چگونه ای که جمعه پیشین ذکر کردیم، باز چند جمعه دیگر را میتواند که به خود بگیرد، به خود مغلوب بگرداند. لیکن فکر میکنیم که همینش البته کفایت کننده هست برای آدمی با عقل، برای آدمی با فهم، برای آدمی که ایمان کافی دارد. انشاءالله همینش کفایت کننده هست. الحال توجه میکنیم به سوالهایی که از جانب برادرای ما و شما شدن و منتظر شنیدن این سوال و جواب دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه جوانان از امر معروف هایی که شما میگویید بسیار منت داریم. خدا عمر شما را دراز کند. ما کاسته های شما را در خانه با یک جایگی تماشا میکنیم و لذت میبریم. داملا یک سوال دارم. در محله ما یک شخص است. ما وقتی که از شما و امر معروف به او میرسانیم، او علم دنیا دارد، میگوید همه این افسانه است و صلی الله علیه و سلم را تحقیر میکند. آیا ما او را دشنام دهیم یا نه؟ اولا در این سوال ها و در شنیدن این سخن ها ما تعجب نکنیم. این جای تعجب هم نیست. میگویند که در هر جایی که یک محمدی باشد یک ابولهب هست. در هر جایی که امت اسلام باشد در پهلوش یک یهودی هست. این جای تعجب نیست. رسول اکرم که معجزه عیان داشتند، ظاهر به مردم معجزه را نشان میدادند، باورش نمیکردند. امروز ای کور است، علم دنیا ندارد. اگر علم دنیا می داشت او به قدر اسلام و به قدر رسول اکرم می رسید. لیکن در علم دنیاش هم نقص است. علم دنیادار بسیار است. ما طرفدار همو بندگان هستیم که علم دنیا دارند و علم آخرت دارند. ما علم دنیا را تحقیر نمی کنیم. ما خود طرفدار هستیم و تمام جوانها را میگم تا علم دنیا را اگر شما نگیرین، شما با علم اسلام کم آشنا میشین. اول انسان باید علم دنیا را پخته بگیرد، بعداً البته چی در برابر این با علم اسلام چنگ بزند. من دوست می‌دارم که فرزندان مسلمان همه ما و شما دکتر باشند، انجینیر باشند، کارگر مثال سوت و پرکرار و میلیسه و KGB و دیگر اداره هایی که هست، در همه اونها فرزند مسلمان کار کند، مسلمان باشد. این برای ما و شما شرف است. لیکن این برادری که
با او از امر معروف و نهی منکر میرساند. البته من بر شما یک بار درباره امر معروف و نهی از منکر گفته بودم که شما امر معروف و نهی از منکر را در پیش هر آدم ضایع نکنید. خبر از علم دین کن اهل دین را، مکاری تخم هر شوره زمین را. بداند تشنه قدر کاسه آب، نداند کور قدر نور مهتاب. آخه از علم امر معروف و نهی منکر کسی را خبر بدین که او بر اسلام آشنا باشد، او دوستدار پیغمبر باشد، او تشنه باشد. کور، آدم کور قدر نور مهتاب از کجا میداند؟ و اونها شما هیچ وقت امر معروف و نهی از منکر نکنین تا وقتی که خدا اگر او را هدایت نکند. لیکن در مسئله دشنام دادن او من بر شما یک حدیثی میگم. رسول اکرم میگوید اذا رأیتم المتواضعین فتوضعوا لهم و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم. وقتی که شما میبینین یک انسانی که خیلی تواضع دارد، خیلی شکستگی دارد، خیلی شما را احترام میکند، شما هم گفت پیغمبر او را احترام کنید، شما هم او را اعزاز کنید، شما هم او را عزت ببخشین، شما با او گپ‌های خوب بگین. لیکن وقتی میبینین یک آدم تکبری که قرآن شما را دشنام میتد، یک آدم تکبری را میبینین که پیغمبر شما را دشنام میتد، داملای شما را دشنام میتد، مسجد شما را دشنام میتد، شما بی‌واسطه او را دشنام بتین. اون تکبری او ای چی تکبری است؟ با چی تکبری میکند؟ صد افسوس که او کس چنگ بر کتابای اسلامی نزده است تا که ببیند که اسلام چگونه یک دین مهربان است، یک دینی است که سر به سر نصیحت دارد. رسول اکرم من یک روز در اینجا در باب تکبریش روزی چهارشنبه بود و الله اعلم بعدای عصر ما با مردم دائم صحبت داریم. یک نرمی حضرت بگم. حضرت آفتاب هم این دنیا بدن، آفتاب او دنیا هم هستند. حضرت خداوند در قرآن چنان مدح کرده است، چنان تعریف کرده است، دیگر زبان ما لال است. روز میگد یک جنگ باید آماده می شد. سرلشکر این جنگ رسول اکرم بود. پیش از آنی که محاربه را با این مثل این دشمن خدا وقتی که اگر سر میکرد میگد صفها را راست میکرد پیغمبر، صفها را راست میکردن. برای همین است که ما دائم تاکید میکنیم صفهای شما راست باشد. صف اگر راست باشد دل همه ما و شما راست میشود. رسول اکرم صفها را راست کردند و در دست میگه یک تیاقی داشتند که با او تیاق میگد هر آدم میگد پس میکرد پیش میکرد، پیش ایست پس ایست گفته با همون تیاق میگد راهنمایی میکرد. و ناگاه میگد یک صحابه، یک آدمی عادیه میگد از بین میگد با آواز بلند کرد گفت پیغمبری خدا تو در شکم من گفت با اون چوبی که در دست داری در شکم من زدی، شکم من آزار یافت. رسول اکرم گفت چیکار کنم؟ گفت من هم میخواهم که همون چوبی دست در داری، همون چوبی که در دست داری با همون چوبی تو در شکم تو بزنم. رسول اکرم بین آدمی که خداوند میگد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. کسی که محمد پیرو می شود، کسی که در محمد بیعت میکند همچنان است که بیعتی در خدا کرده است. هم تضاد تیاق میگد همون چوب در دست همون صحابه داد که میگد از هر جانب آواز شد، ابوبکر از یک جانب، عمر از یک جانب، ای دوستی خدا این کار نکن، این پیغمبر است.
لیکن رسول اکرم باشد چی میگفت؟ میگفت در نزد خدا همه ما یک هستیم. و چوبه میگه دراز کرد بر این صحابه و گفت که قصد خودت بگیر. میگه اون صحابه چی گفت؟ گفت در حالتی که چوبه به جانب من دراز کرده پیغمبر، این شکم بی من لیچ بود، شکم بیخته لیچ کن. رسول اکرم میگه شکمش لیچ کردن و این چوبه میگه این صحابه گرفت. همه منتظر است که چوب در شکم پیغمبر زده می شود، لیکن این صحابه پیغمبر مطلبش دیگر چیز بود. میگه بزانو زد و چهره خودش میگه در شکم پیغمبر خدا میمالید و بوسه میکرد و گفت که پیغمبر خدا، من این شب خواب دیدم که در این جهاد من به شهادت میرسم. از این خاطر من خواستم که آخران ملاقات من بر تو همین خیل صورت بگیرد و این چهره که در شکم تو من میمالم، میدانم که این چهره را دیگر آتش دوزخ کار ندارد. از این خاطر من این عمل بر تو کردم. مطلب ما چی است؟ مطلب ما این است که یک عادی ترین عسکری پیغمبری خدا قصد از پیغمبری خدا میگیرد، لیکن پیغمبری خدا بر او تیار است. تیار است که عادی ترین عسکری و عادی ترین امتی او از رسول اکرم چیکار کند؟ قصد بگیرد. یعنی رسول اکرم تکبری نداشتند. از این خاطر هر کسی که در کجایی که اگر از مردم ما و شما در پهلوی ما و شما قرآن دشنا میتد، پیغمبر دشنا میتد، ما هم حق داریم که او را چی دشنا میتد در جوابش دشنام بتیم. احترام نسبت آدمی خوب میکنیم. ما خداوند در قرآن چی میگه؟ واغلظ علیهم. محمد دیگر بر این کافرها تو دیگر گپی نرم نگو، بدرشتی با همراه اونها صحبت کن. السلام علیکم دوملای عزیز. یک سوال دارم. این شم قریب مانند به همین است. ما یک همسایه داریم، آن شخص در دیگر دین است، دینش دیگر است، یعنی دینی حضرت عیسی. ما با او گفتیم چرا دین اسلام رو نمیگیری؟ او گفت همین دین رو هم آخرتش جنت است. آیا این حقیقت دارد؟ این برادر سوال میکند که در همسایگی یک همسایه داریم که در دین حضرت عیسی هست. با او وقتی که تکلیف میکنیم که چرا دین اسلام قبول نمیکنیم، میگد عاقبت همین دین عیسی هم جنت است. فرقش چی؟ مطلب همین است. ما با همه دینهایی که بود و همه پیغمبرهایی که در قرآن ذکر شده است البته ایمان داریم. با همه دینهایی که بود ایمان داریم. با همه پیغمبرهایی که از حضرت آدم تا رسول اکرم به زمین آمدن، به همگی ما ایمان داریم. لیکن امروز قرآن در روی زمین است و رسول اکرم آخران پیغمبری هست که در روی زمین فرآمدند و دیگر بعد این پیغمبر نمی شود. ما هم یک جای تعجبش است، یک جای افسوسش است. چرا که ما ایمانی بر همه دینها و همه پیغمبرها داریم، لیکن پیروان عیسی و پیروان انجیل عیسی چرا که رسول اکرم تصدیق نمیکنن با پیغمبریش و چرا قرآن کتاب خدا نمیشمارن؟ این برادری که گفته است عاقبت دین عیسی هم جنت است، این 100% غلط گفته است. زیرا که قرآن چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الدین عند الله الاسلام. با درستی این که خدای ما و شما میگوید همان خدایی که انجیل روان کرد، همان خدایی که عیسی را روان کرد، همان خدایی که موسی را خلق کرد، همان خدا چی میگد؟ با درستی این که
نزد من دینی که نجات دارد این اسلام است. فقط اسلام دینی شناخته شده است. دیگر دینها را خداوند نام نگرفت، بلکه چی گفت؟ بلکه خداوند بر ما و شما میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدا در قرآن میگوید ای تمام مردمی که در دین موسی هستین، در دین عیسی هستین، یا در دین زردوشت که دین زردوشت که کلا باطل است، اگرچه باشه ما ایمان داریم، اگر در قرآن باشد، اگر در صف پیغمبرها باشد ما با او ایمان داریم، لکن باوری دارم که این هم یک دینی باطل است. خب خدا خطاب میکند همه شما واعتصموا بحبل الله، شما امروز به چنگ بر ریسمان قرآن بزنین، ولا تفرقوا، دیگر در دیگر دینها داخل نشین. مراجعت خدا بر ما و شما همین است. در دیگر جای قرآن سوره آل عمران چی میگوید خدا؟ و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. این جنت ما از او شخص او دین را هرگز قبول نمیکنم. لن معنای هرگز میتد، هرگز قبول نمیکنم. و هو فی الاخرة من الخاسرین، و مکافات آدمی که در غیر دین اسلام است این زیان در حق جان خود کرده است و او در قیامت نصیب جنت نمی شود. بین از کجا؟ اگرچه امروز حمله های این دین های بیگانه در مردم ما و شما بسیار است، ما و شما احتیاط کنیم. تشنه میمانیم. به خدا قسمی تشنگی ما و شما تشنگی دوره صحابه پیغمبر نیست. اذیت میکشیم، مشقت میبریم، تمام فتنه ها را بالای سر قبول میکنیم، لکن پیروی پیغمبر را از دست نتین و الا شما زیانکار در آخرت میشین. من بر شما همین قدر خاتمه گپ دارم. این بهترین دین است، این بهترین پیروی هست. کسی پیروی عیسی است، کسی پیروی موسی است، هر چی نیکی هم که کند در همین دنیا خداوند نیکیش را جزاش میتد. یعنی او را از او ممکن که مصیبت دور کند، ممکن که یک بیماریش دور کند، لکن فرد او یقینا دوزخی است، او هیچ وقت جنتی نیست. السلام علیکم بابای حاجی. اولا خدا عمر این سوال دهنده را دراز گرداند. من زنا کردم، با چشم کردم و با دستهایم کردم، دل و نیتم خیلی بد بود، حتی که با آدمی نزدیکترین خانمان هم دل و نیتم بد بود. من این سخنهای شما را شنیده فهمیدم که من آدمی بدترین بودم. من چیکار کنم که خدا گناه مرا ببخشد؟ من از شما التماس میکنم که به این سوال من جواب دهید. من این سوال چندین بار جواب گفته بودم، باز بر شما جواب میگم. کدام شما جوانهای عزیز اگر زنا کرده باشین، با کدام طریقه نباشد، خواه به چشم، خواه به دست، خواه به بدن، اگر شما در بین عرق نوشی کرده باشین، اگر شما در بین دلازاری کرده باشین، اگر شما در بین بینمازی کردین، امروز که شما به درگاه الهی نزدیک شدید، شما توبه صدقاً که کردید، خداوند همه گناه شما را مغفرت کردگی هست. با یک دل پره تو باوری کن که گناههای تو در نزد خدا بخشیده شده است. زیرا رسول اکرم چی میگد؟ میگد هر کسی که معنای حدیث امین است، هر کسی که اگر توبه میکند او به منزله شخصی هست که نو از مادر تولد شده است. کسی توبه صدقاً میکند او چی هست؟ به منزله شخصی هست که مثل از مادر با یک فطرت تازه که در وجود هیچ غلط، هیچ خطا، هیچ سیاهی نیست، مثل همون هستید شما. از این خاطر دهیه کلبی را تماشا کنید. 60 سال حیات خودش در کفر گذرانید. 60 سال پادشاه بود. نزد پیغمبر خدا آمدن. رسول اکرم وقتی گفتند من این 60 سال میدانی که چندین دختری خودم که حتی از 20 نفر زیاد به دست خود زنده گور کردگی هستم. رسول اکرم گفت خداوند بخشیدگی است. دهیه کلبی از دل دیگر این غم اندو را دور کن که
خدا دلت را صاف گردانیده است اگر توبه تو صادق باشد، توبه تو صدق باشد. برای همین هر کسی که توبه میکند توبهش اگر توبه مکر نباشد، توبه فریب نباشد، این انشاءالله در نزد خدا بخشیده شده است، میتواند که البته باز عبادتاش زیادتر کند. السلام علیکم دامنای عزیز، شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند؟ اینجا یک سوال دیگر هم بود از این برادر. دویم سوالی که این همسایه‌ای که دین عیسوی داشته است، دویم سوال کرده است در اینجا که املا عزیز بچه های بیدرد و با تنومند می طلبند، آیا آنها را چیزی بدهیم؟ درست است. یعنی این سوال وقتی که اومد دیروز مرا یک برادر در دست خودم داد، اینجا ما یک پیشگفتاری داشتیم در باب همین صدقه بود، لیکن اون نگفتیم. البته آن جوانهایی که به تنومند هستند، جوانهایی که بیدرد هستند، جوانهایی که هیچ نقص ندارند، از همه بهتر همین است که این کسب طلبندگی کسب نیست. پیغمبر خدا میگه این المسئله لا تحیلو، طلبیدن حلال نیست. با طلبیدن کسی که میخرد زندگی خچه پیش میبرد، او خوردگی او شخص حرام است بر بدن او. رسول الله میگه لو تعلمون ما فی المسئله، اگر شما بدانید که همین طلبیدن چی هست، ما مشى احد الى احد یسأله شیئا، شما هیچگاه به سوی یک برادر مؤمن یک قدم پیش نمیزنید برای طلبیدن، وقتی شما بدانید که طلبیدن چی یک کار عار است، چی یک کار پست است. از این خاطر هیچ وقت جوانها به طلبیدن باید که راه ندهند. البته زیب طلبیدن همون کسی دارد که یا اعضای درست ندارد، یا موی سفیدی هست که تماما برجا مانده هست، دیگر هیچ قوتی کاری ندارد. ما میتونیم یا یک روزه نفقه در خانش ندارد، گفتی پیغمبر، اونا را میتونیم که ما دست درازی کنیم. لیکن این بچه هایی که جوان هستند، اینا را باید وقتی در یک آنجا تعلیمشان است، خواندنشان است، یک کسب یاد گرفتن است. این طلبیدن در وجود انسان البته آموخت می شود، به همین دیگر هیچ کار به ذمه نمیگیرد، به همین طلبیدن روزی خودش پیش میبرد. از این خاطر مادامی که خیلی نزد دروازه ما و شما آمدن، چگونه ای که خدا در سوره الضحی میگوید و اما السائل فلا تنهر، شما وقتی که طلبنده نزد دروازه شما آمد، شما به طلبنده با آواز بلند گپ نزنید، بلکه چیزی که داریم بر او عطا کنید. یعنی میلش عطا میکنیم از نزد در او کس ما ناامید روان نمیکنیم، لیکن طلبیدن این حلال نیست. طلبیدن در ما و شما کسب نکنیم هیچگاه. این وقت حتی ما و شما همین کودکایی که هست، یعنی در گناه کردن اونها ما و شما اونها را یاردم میتیم. برای همین اون جوانهایش که یعنی کسب همین طلبندگی را پیشه کردن، ما و شما اونها را البته دست رازی نکنیم، لیکن اونش که نزد دروازه ما و شما میاد، اونش خیلی بی نصیب نگذاریم، بهتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از زبان شما شنیدیم که جارو به مزار حضرت امیر جان شفا ندارد، پس چرا آنجا بر ما نمیفهمانند؟ جوابش را مفصل بیان کنید. برادران از همین داخل ممکنه بچه های اطراف ماست، ما هر بیگاه که امر معروف داریم کم و بیش یک روز درباره همین زیارت مزارها گپ زدیم و جاروبی که در حضرت امیر جان هست که مثال آدم هایی که در بدنشان زخمی آزخ دارند و دیگر زخم ها دارند می روند و او یک جاروبی دارد و او جاروب در بالای می کشد، او شفا می شود. البته از زبان ما این سخن برآمدگی است. رسول اکرم میگه
الا انبئکم باکبر الکبائر، همنشین ها را گفت آیا با کلانترین شرک با شما صحبت کنم؟ از همه ده کلانترین شرک، کلانترین گناه کدام گناه هست؟ میگد این لفظ پیغمبر 3 بار گفتن. 3 بار گفتن آیا با کلانترین گناه با شما صحبت کنم؟ میگه صحابه گفتن بله. ابوبکر صدیق بود میگه، گفت بله رسول اکرم چی هست؟ کلانترین گناه چی هست؟ رسول الله گفتن الشرک بالله، شرک به خدا آوردن. این عملی که ما و شما در اطراف مزار میکنیم، باور کنین این شرک است. خداوند در قرآن میگوید که من مغفرت میکنم همه گناه را مگر شرک نمیبخشم. شرک بخشیده نمیشود، لیکن دیگر تمام گناه را بعد آنی که جزاش میگیرد میبخشمش، لیکن شرک ابدی میسوزد. این شرک چی هست؟ شرک همین است که ما و شما وقتی که من ضد زیارت قبرستان نیستم، زیرا من هم پیرو حدیث پیغمبر خدا هستم که رسول الله میگه شما گورستان را زیارت کنید، گورستان ها را زیارت کنید تا که از اونجا شما عبرت بگیرید. به نیت عبرت ما و شما را پیغمبر خدا تعلیم دادن که به گورستان ها برین. امروز ما و شما زیارت حضرت امیر جان به چنان سطح رسانیدیم که حتی به نام حضرت امیر جان قسم میخوریم که حضرت امیر جان بزنم. به خدا قسم این شرک تیار است. حضرت امیر جان هیچ کدام ما و شما را زده نمیتواند. ما دوستدار حضرت امیر جان هستیم، زیرا او عالم بود، اون داملا بود، او کس انسان ها را به سوی اسلام دعوت میکرد. او حضرت این چیزا نمیخواست از ما و شما. این عمل ما و شما میکنیم، این را حضرت راضی نیست. خود حضرت امیر جان بزنم، حالان که قسم در قرآن چی است؟ والله بالله تالله، حتی محمد زده نمیتونه شما را، حتی هیچ پیغمبری زده نمیتواند شما را. فقط قسم به خدا خوردن در کار. خدا انسان زده میتواند، نه پیغمبر، نه مزار، نه اولیا، نه داملا، هیچ کس زده نمیتواند. شما به نام اینا قسم نخورین، این گناه است. اثر اینا به ما و شما تاثیر کرد. امروز به شیر، آب، مزار حضرت امام اسکر جان، مزار حضرت سلطان، اینا ما و شما دا قادر نیستن زدنده. بین تا چی اندازه ما و شما آمده رسیدیم که حتی که به نام اونها قسم میخوریم. از این خاطر در زیارت این مزارها علل خصوص من جوان آدم راجعت میکنم بسیار احتیاط باشین. از زیارت یک مزار ده زیارت عالی مکنین 10 برابر برای شما نیک است. اون مزار است، او خواب است حضرت، او روحی او در جنت است. آدم زنده را پیشش برین که از اون منفعت بگیرین. شما مرده را وقت دیدین، رسول اکرم چی گفت؟ کفا بالموت واعظا. شما همین مرده را که دیدین به خود بیاین که من هم مرنده هستم، نه اینکه رفته غشتای او را شما غشتی که در امان اطراف حضرت امیر جان چیندن، او را همین اداره صبح 15 چیندگی است. مردم رفته میلیسه همو را. یک سنگ دیگه در اونجا ماندگی و گهواره حضرت امیر جان است. از کجا گهواره دارد؟ کی گهواره برای ما و شما میتراشد؟ این خرافات را ما و شما زمانی آمده است که ترکشون کنیم. زیارت همچنان کنیم که یک زیارت حضرت ها محتاجی دعای ما و شما هستن. میگذاریم خدا رحمت و مغفرت تان کرد، گفتم میگذاریم بریم. نه مثال جاروبی و چی شفا داره؟ شفا از جانب خداست. و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفا است آخه، نخواد جاروب شفا باشد. یا خار دنای دروازاتان در یک خاری کلان ماندگی، یک نل اسب در دروازاتان چکاندگی، اینا چی معنا دارن آخه؟ اینا را ترک کنین. از دست اینا هیچ چیز نمی آید. اینا شرک به خدا آوردن است. شما سوره الحمد میخوانید، سوره فاتحه را چی میگین شما؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا یگانه من تو را عبادت میکنم و یگانه از تو مدد طلب میکنم. پس چرا تو به خار ایمان آورده؟ پس چرا تو به نل اسب ایمان آورده؟ تو چرا به حضرت امیر جان ایمان آورده؟ تو حضرت امیر جان همچی یک آدم عادیه که گورستان از زیارت میکنی، مثل همون زیارتش کن.
از او تو شفا طلب نکن، از او تو فرزند طلب نکن. اونا قادر این کار نیستن. اونا حضرت ها خود از این راضی نیستن. سلام علیکم دامنای عزیز. آیا سلام کردن با دختر امکی جایز است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که آن زنهایی که نکاح آنها به شما درست است، یعنی آنها نکارس هستند، با آنها سلام کردن رسول اکرم به چی تشبیه دادن؟ به این تشبیه دادن که اگر در سر یکی از شما ای برادرها یک میخ آهنین بگیرن و میخ آهنین در سر شما فرو برن، این برای شما بهتر است از آنی که دست یک نامحرم گرفته سلام میکنید. دختری عمکی هست، همسینفت است، همسایت است، تو حق نداری که دست به سوی دراز کنی سلام کنی با او. اگرچه امروز دخترای ما و شما بی حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. اونا احتیاط نمیکنن، اونا از خدا نمیترسن، ما و شما خود احتیاط کنیم. دستش دراز کرد، دست ما دراز نمیکنم، دست ما دراز نمیکنم، سلام علیک، سلام علیک بس. این رسول اکرم توصیهش است. وقتی ما و شما سلام کی کردیم، انسان زنده است، دستی تو به دست یک دختری نامحرم وقتی که میرسد، بخواهی نخواهی این فرزندهای زنا هستند در دل تو. البته اون شهوتی او، ذوقی او، دستی ملایمی او در دل تو پیدا می شود. از این خاطر هیچگاه برای شما رخصت نیست که سلام کنید. انشاءالله یک برادر بسیار سوال طولانی کرده است در باب همین دخترایی که امروز به حیا هستند، به سطر هستند، مردم تاجیک هستند که اینها را میگد لباس تاجیکی خودشان میزیبد، امروز به لباسهای اروپایی عوض کردن. درباره اینها صحبت میکردی. انشاءالله ما یک صحبت مفصل داریم. خدا خواسته باشد، تن من صحت باشد، شرایط آماده باشد، هیچ یک اغوا و یگان فتنه دیگر نخیزد، انشاءالله اینها را به سمع شما میرسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنازه چند فرض است؟ در جنازه 2 فرض است. شما همینه بدانین. یکی 4 تکبیر گفتن، دوم راست نماز جنازه را خواندن. اگر شخص معذور باشد جنازه را نشسته هم خواندن درست است. اگر حتی امام معذور باشد، پاهاش مثال خوب نیست لیکن عالم است، از او دیده دیگر آدم عالمتر نیست، اگر عالم هم که پیش بدراید نشسته، جنازه را جایز است نشسته نماز خواندن. خب این یک فرضش. دوم فرضش 4 تکبیر گفتن. اون نیت هایی که شما میکنید، نیت کردم 4 تکبیر صلات جنازه، یا اینکه در بینش دعاهایی که دارین، مثال اللهم صل علی محمد داریم، باز اللهم اغفر لحینا و میتینا داریم، ایناش امر مستحب هستند. اگر بخوانیم شان ثواب میگیریم، اگر نخوانیم شان در نزد خدا گناهکار نمیشیم. همون 4 تکبیر بگیم، نماز از گردن ما و شما ساقط میشود. خب لیکن در وقت نماز جنازه را خواندن شما به جانب آسمان نگاه نکنید. این کدام شخص این یک بدعت در بین ما و شما زنده کرده است. وقتی الله اکبر میگیم با آسمان نگاه میکنیم، این چی معنا دارد؟ خود نگاه کردن به سوی آسمان حرام است. به سوی آسمان نگاه کردن ما و شما هیچ معنی ندارد. چی است در آسمان؟ در قیامت هر کس را با کسی که همراه میکنند که او را در دنیا دوست می‌دارد. آیا این درست است؟ البته کسی که در دنیا کسی را دوست می‌دارد، در قیامت در پهلوی همون کس ایستادگی هست. شما در دنیا اگر عالم دوست بدارین، رسول اکرم دوست بدارین، قرآن دوست بدارین، شما فردا در پهلوی همونها هستین. اگر شما در دنیا آدمی که دین ندارد، ایمان ندارد، شما اونها را دوست بدارین، فردا همراه اونها هستین. از این خاطر انسانی را دوست بدارین که این دنیا موقت است میگذرد، او فردا ابدی هست. در پهلوی شخصی بیستین که یک کمی شفاعتی هم و منفعتی هم بر تو برسد.
این البته حقیقت دارد. سوم سوال کردن با پاپوشی نماز جنازه خواندن جایز است؟ ما و شما امروز با پاپوشی هایی که در پا داریم نماز جنازه میخوانیم. صاحب فتوای شامی میگوید که برای با پاپوشی نماز خواندن دو شرط ضرور است. یکی زمین پاک باشد، دوم پاپوشی پاک باشد. در این صورت میتونیم پاپوشی را از پا بیرون نکنیم با پاپوشی نماز بخوانیم. در صورتی که تای پامون تازه است، پاپوشیمون هم تازه است، اینجا ما میتونیم با پاپوشی نماز بخوانیم. خب صاحب درالمختار چی میگه؟ میگه برای که در بالای پاپوشی ایستاده و نماز جنازه خواندن، اینجا در صورتش این است که اگر پاپوشی آدم بی نماز باشد، در این صورت ما پاپوشی را بدر میکنیم، در بالای پاپوشی میسیم. اگر پاپوشی ما و شما یا زمین بی نماز باشد، در این صورت ما بالای چی ده؟ بالای همون پاپوشی ده میسیم و نماز جنازه را میخونیم. و الا زمین تازه باشد، پاپوشی تازه باشد، دیگر حاجت به بدر کردن نیست. خب میشور نه وقتم کم. جابر السلام علیکم دوستان عزیز. اگر یک شخص بی نماز است، اگر حیوان را ذبح کند جایز است؟ زیرا که در محله ما یعنی در میکرورایون یک آدم داریم نماز نمیخواند لیکن حیوان ذبح کرده میتواند. اگر ما و شما وقتی که یگان حیوانی که در خانه میکشیم ذبح میکنیم به نیت خیر احسان، کوشش کنیم که آدمی بی نماز نباشد. اگر آدمی بی نماز باشد، اون مال کشتر حلال نیست برای ما و شما خوردن. زیرا پیغمبر خدا را من از نام جابر به شما روایت میکنم که حضرت جابر گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لیس الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاة. پیغمبر خدا گفته است که بین مرد و بین شرک، بین مشرک و بین کافر فقط فرق در نماز است. اگر او انسانی که نماز نمیخواند میگه ما الحمدلله مسلمانم، ما او باور نداریم. زیرا رسول اکرم چی میگه؟ العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. عهدی که ما بین شما ای امت اسلام و بین مشرکا کردگیم، عهدی که ما بستگی هستم این در نماز است. اگر نماز بخوانند از امت من هستند، اگر نماز نخوانند اونا در عهد من چی کردند؟ وفا نکردند. از این خاطر آدمی بی نماز از ذبحش جایز نیست. شما کاری کنین در محلت نیست، کاری مشکل نیست. یک حیوان تو تا 500 600 سامانی را میخری، 2 سامانی دیگر یک محله دیگر بره، یک آدمی مسلمان بگی ببر در همونجا مالی را ذبح کند، هیچی مشکلاتی نداره. دوره حضرت موسی بود میگد بین آدم بی نماز تماشا کنیم. دوره حضرت موسی بود یک زنی میگه پیش موسی آمد، گفت موسی اینی اذنبت ذنبا، موسی تو پیغمبر خدا هستی، من یک گناه بی نهایت وزنی کردم. گفت چی گناه کردی؟ ایرا شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش این قصه را در باب بی نمازا میارد. میگه چی گناه کردی؟ این زن چی میگه؟ اینی زنیتو و ولدت من الزنا ثم قتلته. میگه موسی من زنا کردم، بعد زنا یک فرزندی از من تولد شد و از مردم که ترسیدم و شرم کردم این فرزندی تولد کردم قتل کردم، برده دفن کردم و امروز پشیمان شدم، توبه به سوی خدا کردم. حضرت موسی دعای تر خدا میشنود، دعا کن که خدا مغفرت گناه مرا کند. حضرت موسی با شنیدن این گناه چی گفت؟ اخرجی یا ایتها الفاجره، ای زنی زناکار، ای زنی بدبخت، از پیش من دور شو. حتی لا تنزل من السماء نارا فتحرقنا بشومک، تا که از کثافتی تو، از بدبختی تو بالای سر ما آتش از آسمان نریزد و ما هم در عذاب تو گرفتار شیم.
میگه این زن بیرون شد. در حال جبرائیل پایان شد و میگه سلام بر موسی کرد، گفت لما رددت تائبه. ای موسی، این زن توبه کرده بود، این زن از صدق توبه کرده بود، پیش تو آمد، چرا تو را از درگاه خود راندی؟ چرا که از خدای خود طلب نکردی که این زن خدا مغفرت کند؟ این در اصل توبه صدق کرده بود. اما وجدت شر منها. موسی گفت تو بر یک زینای همی زن و بر این عملی که این زن دست زد تو غضبناک شدی؟ آیا تو میدانی که از این زنی که زنا کرد و از زنا تولد کرد و فرزند خود به دست خود کشت، میدانی از این دبا بدتر مخلوق است؟ حضرت موسی گفت من هو شر منها. موسی گفت او کی هست از این بدبخت با بدبختتر؟ حضرت جبرائیل میگه گفت تارک الصلات، آدمی بینماز. آدمی بینماز گفت از این زن بدتر است، از این زنی که زنا کرد، تولد کرد، به دست خود کشت، از این دیده این بینماز بدتر است. مادام این قدر خاصیت ها داشته باشد، پس مالی خودمان چرا حرام کنیم؟ السلام علیکم داملای محترم. بعد از سلام چنین سوال در تاریخ طبری نوشته شده است که حضرت ابوبکر را زنش غسل داده است. آیا صحیح است یا نه؟ شستن زن مرد را درست است؟ غسل بعد موت جایز است؟ البته حضرت ابوبکر را زنشان غسل دادن. وقتی که زنشان غسل دادن، حضرت عایشه صدیقه زنده بود، زن پیغمبر خدا، دختر ابوبکر. گفت اگر من میدانستم که زن مرد شستنش جایز است، هر آینه نمیگذاشتم که رسول اکرم کسی دیگر بشود، خود میشستم. از این خاطر زن جایز است که مرد بشود. السلام علیکم داملای عزیز. خوب میشد که امین سوال بفهمیم. بعضی آدمان پنجهشون رو قطع میکنن، چرق میکنن. بعضی آدم میگوید که اگر هر دو پنجه رو کنی یک گوسفند خیر میکنی. بعضیش میگویند که عمرت کم میشود. خوب میشون میفهموندی. عمر کم به هیچی وابسته نیست. عمر زیاد کم میکردگی این در نزد خداست. ما 2 جمعه پیوسته درباره همین گپ زدیم. اگر از همین دم که شما عمر که باز وابسته به همین باز همین دست به همین اعضا و به همون همسایه و به دیگرها که حواله کنین، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خدا میگه که وقتی اجل شما آمد، هیچ کس دیگر اجل شما را 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفا کرده نمیتواند. هیچ چیز. و این دستی که ما و شما مثال آوازی او را صدای را میبراریم، ایرا صاحب فقه کیدانی میگد اگر در نماز کسی کند در نماز کراهیت دارد، یعنی بازی کردن بر دست میشود. لیکن در از زبان طبیبا هم شنیدیم که همین آوازش صداش برآوردن هم این هم در همین پنجه خلل دارد، زلال دارد. لیکن یک گوسفند در گردنت واجب شود یا عمرت را کم کند، اینا هیچ اصل ندارند. میبخشن یکون سوالی کوتاه‌تر جواب بدیم. یک سوالی درازی بعد بده است. انشاءالله همون سوالی هست که درباره زنها طلب کرده است. انشاءالله یک موضوع کلان است. این دردی که در دل شماست در دل ما هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش دارم که سوال ما را با پررگی جواب دهید. همین گناهی که از ما سر زده بود، با اون گناه ها توبه کرده و امروز به نمازخوانی مشغول شدم و اون گناهی که در پیش کرده بودیم، آیا خداوند اون گناه ها را میبخشد یا این که جزاش را در قبر میبینی؟ اصلا ما و شما از گناه پرهیز کنیم. میلش ما امید داریم از رحمت الهی، از مغفرت الهی امید داریم، لیکن معنای را ندارد که به همین گناه کردن بگیریم و خدا را میبخشد. خدا میگه، پیغمبر خدا چی میگه؟ فعمل المعصیه بقدر طاقت علی النار. شما هم گناه بکنین که طاقت سوختن امر داشته باشید.
شما هم قدر گناهی بکنید که طاقت سوختن و طاقت عذاب شد داشته باشید. معنای را ندارد که خدا که غفور است میبخشد دیگر ما بے پروا گناه کنیم. لیکن گناهایی که از ما و شما تا روز نمازخوانیمان سر زده بود، اینا ما بر شما باز میگم. التائب من الذنب کمن ذنب له. پیغمبر خدا میگه توبه کننده از گناه مثل شخصی است که گناه نکرده باشد. اون توبه تو کردی، خداوند بخشیدگی هست، دیگر جای. سوال دوم، در مسجد محراب می باشد لیکن در خانه می نشستگی نماز میگذارند، آیا درست می باشد؟ حکم محراب درست است. در جایی که محراب هم که نباشد، نمازی با جماعت خوانده شود، نماز جایز می شود. یعنی محراب شرط نماز نیست. السلام علیکم بابای حاجی، من یک دردی دارم که 6 ماه باز مرا عذاب می دهد. من هر سحر از خواب می خیزم و در وجودم یک آبی را خارج می شود. اینجا دیگر طریق نویسنده است، من به شما روشن‌تر میگم. در این حالت من آبازی کنم یا طهارت؟ این را بر من فهمانید، چون که از آبازی بسیار مرا خنکی سخت زد. باز از یک دانشمند فهمیدم که آبازی شرط نیست، این وسوسه شیطان است. آبازی کرده و دیگر کسل‌ها دچار شدم، ذکر خدا کم می شود. یعنی این برادر هر سحر که میخیست است مثل که انسان شیطان یعنی وسواس میکند، مثل همون حس میکرده است. لیکن به اون منزله نی کم بده است. از این خاطر آن چیزی که به شهوت از وجود شما نمیبراید، اون یعنی واجب الغسل نمیشود. یعنی وقتی که اگر شما بیدار شدین که یعنی این علاقه در شما که 6 ماه هست، این بیماری هست، این یا شما خنکی زدگی هستین یا یگان درد دیگر در وجود شما هست. این با غسل